تا حالا فکر کردین چه مراحلی برای ساختن یک دنیای فانتزی طی میشه؟ مرحله 1: ساخت دنیا. من شهرها، امپراتوری‌ها و خرابه‌هایی که شما ممکنه بگردین رو میکشم. بعد چیزایی که ممکنه باش روبرو بشین، گابلین در جنگل یا شمشیر طلسم شده در سنگ. و در آخر کاراکترها از فروشنده تا روک خبیث، همه منتظر تا شما رو ملاقات کنن. همه اینها برای شما تا اونا رو به زندگی بیارید. شما خودتون رو در دنیای فانتزی چه شکلی میبینید؟